این هفته خبر تو خبر داره براتون از اسمگذاری جدید عظما برای نوشیدن جام زهر که تحت عنوان نرمش قهرمانانه میخواد اون رو تو نظامش جاری کنه. بنده معتقد به همون چیزی هستم که سالها پیش اسم گذاری شد، نرمش قهرمانانه. عیبی نداره، نرمش ها در یه جاهایی بسیار لازمه، بسیار خوبه. عالم دیپلماسی عالم لبخند زدنه، لبخندم میزنن، مذاکره هم میکنن. ما مخالف با حرکت های صحیح و منطقی دیپلماسی هم نیستیم ها، چه در عالم دیپلماسی چه در عالم سیاست‌های داخلی. با شروع موج نرمش ذلیلانه که این بار از بالای نظام پمپاژ شده، قیافه همه اونهایی که تا دیروز سنگ حرکت دیدنده و ترمز رو به سینه می‌زدن دیدنی خواهد شد. قرائتی این نرمش رو از عضلات صورت شروع کرد. زبان حال سیدعلی رو در حالی که گلاس زهر رو بالا و پایین میکنه این شاعر ولایت مدار اینطوری بیان میکنه: چمن بخت مرا گاو چرید از دو سه جا، رخت اقبال مرا موش جوید از دو سه جا. از دو سه جا؟ بله. تانکر زندگیم از دو سه جا سوراخ است، هرچه در آن پدرم ریخت چکید از دو سه جا. عنکبوت آمد و آنقدر مرا مفلس دید، که در این جیب کتم تار تنید از دو سه جا. اگه بخواین تصویری پیدا کنید که خامنه‌ای چرا مجبور شده جام زهر رو وارد منوی غذاییش بکنه، خاطره این بسیجی رو بشنوید. میگن مقام معظم رهبری رفته بود یه شهر برای بازدید. یه آقای اومده بود با ارگ برای اینکه سرود جمهوری اسلامی رو زنده اجرا کنه. بعد درست قبل از اجرا جمع کرد وسایلش رو داشت میرفت. میگن آقا فرمود که کجا داری میری؟ میگه من قرار بود سرود جمهوری اسلامی بزنم. اینا گفت حالا چرا داری میری؟ گفتن امام جمعه شهر داره میاد. آقا فرمود خب ما اینجاییم. گفت آقا شما میری، من با امام جمعه میمونم دیگه اینجا. سیدعلی خیال میکرد با خرج کردن اسمش همه براش میزنن بالا. خبر نداشت که روز خون دوزاری پشمی به عمامش نمونده که کسی ازش حساب ببره. برای اقامت در نیویورک شیخ فری یه همچین هتلی رزرو کرده و فکر میکنه که جای خیلی گرم و نرمی پیدا کرده، ولی احتمالاً خبر نداره که هموطنانمون تو همین سفر مراسم استقبال آتشینی براش در نظر گرفتن. روحانی جنایت پیشه، محاکمت در پیشه. شیخ فرینا فکر میکردن سفر نیویورک رو به عنوان لحظه مناسب برای پریدن تو ماشین مماشات شکار کردن، اما اگه میتونست از احمدی نژاد سوال کنه دلیلش رو بهش میگفت که چرا این جست و خیزها هیچ وقت عاقبت خوشی نداره. توجه آخرین خبر از وضعیت احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد هم در بدو ورودشون به دانشگاه علم و صنعت مجبور شد یک جلسه اجباری تو آسانسور برگزار کنه، چون آسانسور دانشگاه گیر کرده بود. هر وقت که آقا محمود از آسانسور بیاد بیرون
دست جلیلی موجی رو هم میگیره و با هم میرن به بنگاه تاریخ مصرف گذشته های نظام یا همون مجمع تشخیص مصلحت. این که اونجا کارشون چیه رو این بسیجی دبنگ توضیح میده. مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از کاراش چیه؟ یکی از کاراش اینه که کاری که خلاف شرعه به مصلحت تصویب میشه. البته با تصویب و ابلاغ مقام معظم رهبری میشه کار شرعی، البته لمصلحت این اتفاق میفته، اما این زمان پیغمبر که نیست، زمان حضرت امیر که نیست. این برای چی نیست؟ الان فضای دیگری است. تو جابجایی مدیران و وزیران دو دولت انبوه جلسه گذاشتن هندونه زیر بغل همدیگه برگزار شد، اما جدا از همه خنده های مصنوعی و چاپلوسی متقابل تعیین تکلیف نکرده بودند که شرکت کنندگان و هیئت اهدای جوایز بالاخره کفشاشون رو پاشون بکنن یا داشتن جوراب برای رد و بدل کردن جایزه کافیه. سرنوشت سینما تو نظامی که کارش رو با آتیش زدن سینما شروع کرد بعد از 30 سال چیزی بهتر از این نمیتونه باشه. فیلم ها به شما هیچی نمیده، چیز خاصی نمیده، شما درگیر نمیشین. ما فقط برای اینکه جمع‌های خانوادگی کنار هم باشن میایم کنار توی سینما و به فیلم تماشا میکنیم فیلمو. یک چیزی داره میره سمت اتوبان. علی فرار نکنه. اصلا معنی و مفهوم فیلم آدم نمیفهمه چیه اصلا این فیلم میخواد به چی بگه. ایمان میگه اینجا رو محاصره کردن. اشتیاق نزدیک عبادی باشه. دست بردارین از این حالات کلیشه‌ای. تا کی؟ یعنی فقط اون اجتماعی ما فقط تیم جوان داره زندگی میکنه؟ تو این اجتماعی ما فقط ماشینای 400 میلیون 500 میلیونیه. تو این اجتماعی ما میدونقار نداریم، میدون شوش نداریم. تو این اجتماعی ما فقط ولی عصر است و نمیدونم جردنه. طبق قانون همبستگی پیشرفت‌ها، این پیشرفت‌های عجیب و غریب نظام به عرصه سینما محدود نمیشه، بلکه در عرصه تأمین زیرساخت‌های ورزشی هم نظام سیدعلی نمونه‌های منحصر به فردی برای ارائه داره. سری میزنیم به سالن ژیمناستیک بوشهر با امکانات فوق استاندارد. و این هم غذای تیم ملی کشتی. نهار چه خوردید اصلا؟ کتلت هم نم، کتلت گوشت توش داره، یه چیزایی فقط سیب زمینی. یعنی الان گوشت ورده تیم ملی نداره؟ نه، گوشت قاچاق پیدا کنه ما از بچه‌ها بعضی وقتا همدیگر یه گاز میگیریم میخوریم. ما حتی میوه هم نداریم اینجا، آب معدنی هم نداریم. یه روز هست 5 روز نیست. و این هم پشتیبانی از یک دونده به سبک وعده سرخرمن. رفتم پیش مدیر کل تربیت بدنی که قول کفش 2 صحرانورده به من دادن. وقتی نزدیک مسابقات شد رفتم دیدم هیچ خبری از کفش نیست و مسئول پاس میداد به اون مسئول، این مسئول به اون مسئول. آخر من پاسم نزدیک مسابقاتم شد، نتونستم مسابقات شرکت کنم. بشنگستان این هفته رو با صحبت‌های یک تاجر عمده در بازار دین فروشی شروع می‌کنیم که ارزون‌ترین و سبک‌ترین وسیله نقلیه رو تبلیغ می‌کنه. زمان ظهور حضرت ولی عصر اصحاب امام زمان علیه السلام این چنین قدرتی پیدا کنن روی ابر بنشینن، از نقطه‌ای به نقطه‌ای منتقل. اینها در روز روشن سوار بر ابر میشن. ابر اونچنان سرعتی نداره، یه ظرافت و یه لطافتی در ابر خوابیده. ابر خیلی آرام حرکت میکنه، خیلی هم بالا نیست، یه مقداری نزدیکتر از حالا هواپیماها و اینها به زمین هست، لذا خیلی زیباست. شاید تو بعضی از این فیلم‌های افسانه‌ای دیده باشید که مثلا حالا چند نفر یه بساطی رو روی ابر قرار دادن، مثلا دارن حرکت میکنن.
یکی از آثار اولیه جام زهر در درون نظام به وجود اومدن بسیجی‌های دوزیسته که وضعیت اونها رو یکی از مشتری‌های ثابت مشنگستان لو میده. تو هم اصفهان من بارها گفتم، تو هم اصفهان یه جوان آمد با چشم گریون گفت آقا خدا خیرتون بده، این نوارهای شما خیلی انسان صادقون، خیلی شما بزرگواری. گفتم بله آقا ممکنش لعنت چه کنیم چطور شده؟ گفت من یه 100 تا نوار ترانه داشتم و اینا خدا میدونه شما توبه جوانان شما نوار شما رو گوش دادیم و با امام زمان آشتی کردیم. گفتم نوارا چطور شد؟ گفت همه رو گذاشتیم توی پاکت توی کارتون تو زیر زمین قایم کردیم همه رو. گفتم چرا پاکش نکردی؟ گفت حیف حاج آقا حیف. اونا هم روزه میان هم پارتی میرن، بعضی هم سینه میزنن هم تو عروسیا. قاطی نوار ترانش نوار دانشمندم. گفتم چه اینجوری؟ گفت وقت حال پیدا میکنیم اینا رو وقتی بی حال میشه مولا رو. یکی از نمایندگان نظام وقتی میخواست یه مشت ساندیز خور رو به گروه شعار اختصاصیش تبدیل کنه، حواسش نبود که اینطوری همگی با هم وارد رقابت‌های مشنگستان میشن. نماینده عزیز حمایت میکنیم تا خون در دک ما برای رحمت چی؟ نماینده ما برای که در برابر این موجودات از باقی جانوران اعاده حیثیت شده باشه و کسی فکر نکنه همه جانوران مثل اینها فاقد هوش و شعور هستن، یه نگاهی به این گاو هوشمند بندازیم که آیکیوش به تنهایی از یه پایگاه بسیج بیشتره. در پایان توجه شما رو به یک تلاش پندآموز برای خارج کردن ماشین از گاراژ جلب می‌کنیم که مصداق بارزی از همون ضرب المثل خودمونه که میگه خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج.